اخیراً در جماعت خالمهتاب و آبشاران ناحیه شهر توس 220 کیلومتری جنوبی شهر دوشنبه فعالان محلی در یک جلسه مربوط به جلوگیری از افراطگرایی جوانان از ساکنان دعوت شده است که نزدیکان داعشی ها یا افراد گمانبر در پیوستن به صف گروه ممنوع دولت اسلامی را به اصطلاح بایکات کنند. خیسام‌الدین مرادوف سرخطیب مسجد جامعه مرکزی ناحیه شهر توس گفت در یک جلسه پیشنهاد شده است که از خویشاوندان داعشی ها دوری جسته از برپا کردن رابطه های خویش و تباری به آنها خودداری کنند. بله، جوانان این پیشنهاد کردن، ما هم دستگیری کردیم که این دور همینایی که نامونساز نویه را دهه را و جمهوری بدنام میکنند بسیار چانیده شوند. مرادوف گفت هدف دعوت محکوم کردن افراطگرایی از دیدگاه اسلام و به این وسیله جلوگیری از افراطگرایی بوده است. در این دعوت به قول حسام‌الدین مرادوف اینچنین از دهه رانده شدن خویشاوندان جوانهای افراطی هم صدا داده است و مسئولین محلی از این پیشنهاد دستگیری کردند. لاخشیدن به همه جوانان میده به همه افراطی شامل نشوند، بدانند که همه مثال به همون درجه بیشتر همون جوانانی که اونها اصلا جوان نیستند و اونها در هوای بدانند که پدر و مادر ما از روی نوجوانمردی همونها در همین ناحیه و دهات به آب میشن، مثلا همین کشانده میشوند. در دهه بینوکار جماعت دهاتی آبشاران شهر توس نیز 6 مورد به صف داعش پیوستن ساکنان جوان محلی ثبت شده است و یک فعال محل ملکه خدایبردی و گفته است که طرفدار قطع روابط همسایه‌داری و از دهه راندن نزدیکان جوانان افراطی می باشد. ملکه درباره پیشنهاد اخیر خود در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت: ما گفتیم ای مرکه بیرون کنن باید کنن، همه گفتم از دیگه باید کنن. دعوت رد معرکه شدن خویشاوندهای افراطی ها و کنش‌های مختلف ساکنان محلی را به بار آورد. از جمله مادر کلان موزونه میرزایی و دختر 23 ساله ساکن شهر توس که سال 2015 از ترکیه برگشته عفو شده است گفت دعوت ها خیلی ناجا و نادرست است. خانم شهادت در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر موزونه عفو نمیشد و دوباره به زندگی معمولی برنمیگشت شانسی عائله برپا کردن هم نداشت. اما آدم گپ زده خودش ممکن نداره، داره فرزند داره، پدر داره، مادر داره، او خیلی گپ انسان باید گپ نزنه. نفران دیگر میگویند دعوت به سرکوبی خویشاوندان افراطی ها از سوی تقریب های خویشاوندهای اعضای مختلف در دوران جنگ شهروندی تاجیکستان را به یاد میآورد. در برخی حالتها سالهای 90 همسایه ها خویشاوندان اعضای مخالفین را که به اصطلاح در سنگر مقابل سیاسی قرار داشتند سرزنش و ندامت کرده از دهه راندند. در امر مبارزه با افراطگرایی باید از امور خط سرخ قانون و معیارهای بشری و انسانی نگذشت. ظاهرا در مناطق دیگری ختلان و از چنین نیست. خانواده های چند جوان در سوریه کشته شده از ناحیه باختر و وخش میگویند برخورد مقامات به آنها معمولی است. پدر یک جوانی که به سوریه رفته است گفت گاه در توی معرکه در مورد فرزندش سوال میکنند و خود همه چیز باعث دلسردی می شود و گفت خود این که پسرم یک اشتباه کرد و سر ما را در پیش حکومت حق و همسایه ها خم کرد یک شرمندگی است که شاید تمام عمر داغ در زندگی شود.